میزی که حاضر ما در همینجا دیده ایستاده میز کوری استاد است. نسخه دستخطای استاد میرزا ترسونزاده پارچه از داستان جان شیرین است. ادیب بزرگ تاجیک میرزا ترسونزاده در این منزل که حالا به موزه تبدیل یافته است 20 سال زندگی کرده است. این درگاه را استاد از مبلغ جایزه استالینی و در مدت 2 سال از سال 1947 تا سال 1949 ساخته است. وقتی که استاد مکافات استالینی را سزاوار گردیدگی هستند، از روی مبلغی به دست آوردگیشون سال 1947 منزل آغاز بخشیدن برای بنیاد نمودن همین منزل. دستخطها، اشیاهای شخصی، لوازمات خانه، صدها چیزهای نادر. گرد این تخته شاهمات مهمانان عالی و زیایان گرد می آمدند. استاد بازی شاهمات را دوست می داشت. تنهایی و خاموشی را باشد نمی پذیرفت و این منزل دائما پر از مهمان بود. این منزل عبارت از 4 اتاق است: مهمانخانه، خانه خواب، خانه کاری و اتاق کودکان. استاد همگی 3 فرزند داشت که امروز هم آنها زود به خانه موزه همچون به خانه اصلیشان برای دیدن می آیند. درگاه را قریب 10 نفر کارمندان نگاه و بین می کنند. ترسونزاده بیش از 20 سال عمر خود را پشت ایجاد اثرها بالای این میز کاری سپری کرده است و بالاخره داستانهای بزرگ چون جان شیرین تعریف شده است و این نسخه اصلی غزل جان شیرین استاد است که با خط فارسی نگاشته شده است. استادخانه ادبی یادگاری استاد میرزا ترسونزاده 25 سپتامبر سال 1981 فعالیت آغاز نمودگی است و در این منزل استاد زیادتر از نزدیک 20 سال زندگی کردگی هستند همراه اهل بیتشان. میرزا ترسونزاده شاعر، نویسنده و ارباب جمعیتی و سیاسی تاجیک 2 می سال 1911 در دهه قرطاق وادی حصار در عائله عادی و فقیر به دنیا آمده است. پدرش ترسون یکی از استادهای چیره‌دست دهه بوده است. در 66 سال حیات استاد بیش از 10 داستان نوشته است. امام علی سیدزاد، علیشیر داداخانوف، ازیا پلوس.